بابا راستی چه خوشتیپ شدی با لباس جدید. سلیقه تو دیگه، بهتر از این نمیشه. میدونی با این استایل و تیپ فقط چی کم داری؟ این که بری کاندید ریاست جمهوری شی. نه آره من یک کاری میکنم به جای آلودگی هوا و گرد و غبار پول بریزه تو صورتتون. از تو شیرالات منزلتون به جای آب آشامیدنی نفت بیاد بیرون و با این آچار تمام پیچ و مهرهای مملکت که هیچی، پیچ و مهرهای دلاتونم که شل شده رو سیف میکنم شیطونا. ما نمیگذاریم اینجا کسی بهش بد بگذره. ما کاری میکنیم نیاز نشه برید کشورهای خارجی تحصیل کنید. همین آقایی که میبینید دخترشو باید از توی برجای پاریس جمع اینا کنید. فوتوشاپه. شما به این میگین فتوشاپ؟ ملاحظه بفرمایید ایشون دختر ایشون. نه تکذیب این عکس میکنم. لو رفته بعدی. این آقا صلاحیت ندارن. رأی ما اینا عبدالله. همش فوتوشاپ. همتون رو میاریم سر کار. شوهرت مایی چقدر حقوق میگیره؟ 2 تومن. مایی 20 میلیون خوبه؟ آره به آندرلاین رای بدین. چه خبره اینجا؟ دارم وسایلا رو جمع میکنم دیگه. قراره بابات رای بیاره بریم تو کاخ زندگی کنیم. چرا رنده رو میندازی دور؟ رنده بشه دردم میخوره. قراره بابات برام آشپز بگیره. به همین خیال باشین. رئیس جمهور باید به فکر مردمش باشه. برای چی چای رو با نمیخوری؟ برای که بعد با کلاس باشیم از این به بعد. خب بگو. بابا یه کولر خودمون رو نمیتونه درست کنه. میخواد بره مملکت رو درست کنه. تموم شد. چیه لابد میخوای بگی خیلی تاثیرگذار بود؟ نه خیلی تکان دهنده بود. البته یک آقازاده باید هم حرفای تکان دهنده بزنه. اعلام نکردن؟ ای بابا زن حالا باش عجله نکن. بابا شما انتخاب نمیشی. شکر در ناامیدی بسی امید است. سال 1400 بی سابقه ترین سال در رأیگیری بود. آقای بلاین برگزیده این دوره از انتخابات شدند. خدا رو شکر. خدا لعنتت کنه. از اول عمر در وعده بعیدی دادی دروغ بود. حالا شما نباید بعده هایی بابا رو که نامزد شده بود زیاد جدی میگرفتی. مردا تو دوران نامزدی از این حرفا زیاد میزنن. مرد بدستم. من از اولشم دلم روشن بود. میدونستم کسی که صلاحیت نداره انتخاب نمیشه. دخترم انقدر زخم به نمک من نپاش. زیادم دلت روشن نباشه. تمام هزینه‌هایی که کردم برای تبلیغات و بنرها و اینا همه رو از پس‌اندازای تو برداشته بودم. نه آره